تو جامعه ما اشتباه جنسی یه مرد بیشتر عواقب داره یا یک زن؟ خب یک زن. خب این که اصلا جوابش یکیه دیگه. یه زن بیشتر اشتباهش این اشتباه عواقب داره براش. پسر مثلا توی همسن سالاش به پسر میگن آفرین چه کاری کردی، خوب کاری کردی فلان اینا، چقدر تو باهوشی، گنگی فلان بهمان. اما همه کاسه کوزه رو میکشونن رو سر دختره، چون خیلی خلای مثلا قانونی هم داره و بیشتر هم اجتماع هم قانون و همه دهن دختره رو سرویس میکنن تا پسر تازه مقامش هم میره بالاتر، میگه آفرین فلان کردی. قوانین ما توی دادگاه خیلیاش بر علیه خانوم ها به نفع آقایون داره انجام میشه. هر کاری کرده مقصر اون خانومه است. اون خانومه داشته مرده رو تحریک میکرده، تقصیر اونه، اون باعث شده که همچین چیزی بشه، مرده بیاد به طرفش. ولی برای خانوما انگ میذارن دیگه. پوشش مناسب نداشته، رفتار مناسبی نداشته، خواسته یه کاری کنه اون طرف رو تحریک کنه. مثلا من دیدم مثلا تو جمع پسرونه یه کاری مثلا انجام میدن، میان برای هم تعریف میکنن، خیلی هم حال میکنن، دمت هم گرم. خب ولی مثلا یه خانم اصلا نمیتونه بیان کنه. الان پسری که مثلا 20 تا دوست دختر داشته باشه، قطعا هر کی بفهمه میگه مثلا کارت زشته یا نکن، ولی نمیگن مثلا این پسره مثلا پسر خرابیه نمیدونم چی. این دیدو بهش ندارم، ولی اگه یه دختر اینو بگه میگن اوه تو فلانی مثلا تو خرابی، این حرفا میزنن.